بچه‌ها این تاج‌های کلاسیک رو دیدین که توی کابینت کلاسیک بالا سر سینک یا گاز کار میشه. توی این آموزش میخوام دقیقاً مدل سازیشو بهت یاد بدم و همین که بتونی یک ابزار کلاسیک پر دیتیل رو روی اون مسیرش بچرخونی و بتونی یه مدل سازی حرفه‌ای انجام بدی. دوستان سلام، امیدوارم هر کجا که هستین حالتون عالی باشه و پر از انرژی باشین. خب ببینیم بچه‌ها، من اول از همه F رو میزنم و از نمای فرانت شروع میکنم و نصف این تاج رو با یه لاین ترسیم میکنم که در نهایت بتونم بهش اکسترود بدم. پس اول از همه میام مثلا توی این قسمت یک کلیک انجام میدم با استفاده از شیفت، مثلا بیاد تا اینجا، یه مقداری بیاد پایین تر، دوباره تو این مسیر، دوباره پایین تر، مثلا تا همینجا خوبه و یه چنین حالتی. حالا دور بزنه برگرده باز همینجا خوبه. خب ببینیم بچه‌ها، حالا اینو دقیقاً میام و یه دونه میرور بهش میدم در جهت X، ولی اینجا حتما گزینه کپی رو فعالش میکنم تا یه دونه کپی ازش میرور گرفته بشه. درست شد؟ اوکی میکنم. حالا با استفاده از موو اینو میکشمش این سمت و با استفاده از اسنپ دقیقاً اینو میذارمش لبه اینجا. حالا هر جایی فاصله افتاد درستش میکنم و میام اینجا این دوتا رو میگیرم. البته قبلش باید این لاینی که کپی گرفته شده، یعنی حالا میرور شده، رو اتچش بکنم با لاین قبلی. پس روی گزینه اتچ کلیک میکنم و لاین قبلی رو اتچش میکنم. حالا این دوتا ورتکس یه مقدار از هم فاصله دارن، درسته؟ ایرادی نداره، جفتش رو میگیرم، راست کلیک میکنم و ولد میدم. بچه‌ها ولد نشد، چرا؟ چون محدوده‌ای که برای ولد ما داریم عددش خیلی کمه. یا مثلا این دوتا رو باید بچسبونیم به هم، یا این عددش رو بریم بالاتر. مثلا من روی 2 میذارم و دوباره رو همینجا ولد کلیک میکنم و همونطور که میبینین این دوتا هم به هم دیگه ولد شدن. خب این دوتا رو هم راست کلیک میکنم و ولد میدم و دیگه مشکلی نداریم. حالا مثلا میتونم یه دونه مودیفایر اکسترود هم بهش بدم و همونطور که میبینین مثلا یه ضخامت 5 سانتی متری داشته باشه. خوبه؟ این اینجا. حالا میخوام بیام و یه حالت گردی هم بهش بدم بچه‌ها. حالا من از آرک استفاده میکنم که دیگه خیالم راحت باشه. یه دونه آرک اینجا میکشم تا اینجا و تا اینجا. درست شد. خب این خط انتخاب، برمیگردم به لاین و این دوتا خط رو، یعنی اینا رو کلا احتیاجی بهش ندارم. خب بچه‌ها میام چیکار میکنم؟ میام و این لاینی که اینجا کشیدم باید اتچ بشه، یعنی این اتچ بشه و ورتکس هایی که داره باز ولد بشن. درسته؟ حالا این ورتکس رو به همراه مثلا اینا همه رو با هم میتونیم بگیریم. خب این ستا رو هم میتونیم بگیریم و یه دونه فیلت بهش میدم. درست شد؟ حالا میخوام یه مقدار ترکیب بهتری داشته باشه. مثلا میتونم بگم این منفی 10 تا بره به سمت عقب، این هم همینطور مثلا 10 تا بیاد به این سمت دیگه. حالا سلیقه‌ای هر مدلی که دوست داشتین خودتون میتونین درست بکنین. حالا اینا رو همه رو با هم دیگه فیلت میدم. خب بچه‌ها دقت کنین، من برای اینکه بتونم یک ابزار رو در این مسیر بچرخونم احتیاج دارم که یه دونه لاین دقیقاً طبق این مسیر داشته باشم. پس از لاین قبلی خودم کمک میگیرم. کافیه بیام اینجا و دقیقاً سگمنت های این پایین رو انتخاب بکنم با استفاده از موو و گرفتن شیفت اینو بکشمش به این سمت. یه دونه کپی ازش گرفته میشه، درسته؟ و در همین حالتی که انتخابه میام از گزینه دیتچ استفاده میکنم تا بتونم اینو جدا بکنم از اون لاینی که داشتم. خب دیتچش کردم، برمیگردم به اکسترود، دیگه کاری به حجم اصلی ندارم و حالا این خطی که اینجا قرار گرفته بچه‌ها اینو میام با استفاده از اسنپ میچسبونمش دقیقاً به این. حالا میام داخل پک آبجکت از قسمت ابزارهای کلاسیک و قسمت پریویو. بچه‌ها یه ابزاری میخوام که بتونم دقیقاً توی این مسیر قرارش بدم که من مثلا از این ابزار استفاده میکنم، شماره 46. میام اینجا شماره 46. خب حالا مکسش رو درگ میکنم، مرج فایل و کلیک میکنم. ببینیم بچه‌ها اینجا قرار گرفت، درسته؟ حالا
اینو دیلیت میکنم، اینم دیلیت میکنم، این گروپش هم دیلیت میکنم و حالا این چیزی که ما اینجا داریم یه آبجکت، یعنی یه موضوع ادیت پولی شده است و تمام این قسمت ها جدا جداست. درسته؟ بچه‌ها اینا سگمنت کافی برای گرد شدن داره ولی این قسمت بک‌گراندش نداره. پس میام این خط رو میگیرم، رینگ رو میزنم و چند تا کانکت به این میدم تا بتونه قشنگ نرم بشه و به اون فرمی که من میخوام تبدیل بشه. خب این تا اینجا. بچه‌ها باید طول این آبجکتی که اینجا داریم انقدر زیاد باشه که برسه به این که بخواد دقیقاً این سطح رو پوشش بده. درسته؟ پس میام چیکار میکنم؟ از داخل المنت کل المنت های اینو میگیرم، دستمو میذارم روی کنترل شیفت و با اسنپ یه المنت مثلا اینجا، یکی دیگه بیاریم، یکی دیگه اینجا، یکی دیگه هم اینجا. درست شد؟ بسه؟ شد 1 و 2 3 و 4. آره. حالا میام و از یه مودیفایر استفاده میکنم به اسم پست فرم. سرچش میکنم تا بیاد. گزینه پست فرم. اینو میزنم و حالا روی این قرار گرفت. حالا دقت کنیم بچه‌ها. میام اینجا و یه گزینه‌ای دارم به اسم پیک پس. این پیک پس رو میزنم و روی این خط، همین خطی که با هم دیگه کپی گرفتیم، کلیک میکنم. درسته؟ و حالا اینجا گزینه موو تو پس رو میزنم. این اینجا قرار میگیره. بچه‌ها بعد جهتش رو درست بکنیم. از این گزینه های X, Y و Z میتونم استفاده کنم. مثلا روی X میذارم، همونطور که میبینین حالت درستی داره. مثلا Y به این صورته، Z به این صورته، X برای من درسته. و از گزینه فلیپ هم برای برعکس شدنش میتونیم استفاده بکنیم. خب حالا بچه‌ها این به این صورت الان اومده اینجا قرار گرفته و من مثلا از پارامتر اول میتونم اینو حتی حرکتش هم بدم توی این سطح و من میخوام چرخش داشته باشه و دقیقاً من بتونم از روبرو این رو ببینم. پس اینجا از گزینه روتیشن استفاده میکنم و این رو روی 90 میذارم. خب برعکس منفی 90. الان درست دیدیم؟ حالا نسبت به اسکیل کار و حجمی که داره یه مقدار لبه ها زده بیرون. میبینیم بچه‌ها اینجا از گزینه استریچ میتونیم استفاده بکنیم و این رو محدودش رو کمتر بکنیم. من میام چیکار میکنم؟ میام این رو کمتر در نظر میگیرم. خب خیلی شد، مثلا این تا اینجا باشه و اینم تا اینجا. الان عالیه و به همین راحتی تونستیم این ابزار رو یا هر ابزار دیگه‌ای که دوست داشتین رو دقیقاً طبق اون مسیری که میخواین حرکتش بدین. خب حالا از یه ابزار دیگه استفاده میکنم برای گوشه های کار. بریم سری بیاریم، مثلا از این استفاده میکنم، شماره 23 که اگر میخواین اینا رو داشته باشین کافیه که دایرکت پیام بدین تا راهنماییتون بکنیم. حالا میام اینجا و مکس این رو وارد میکنم، مرج میکنم و اوپن رو میزنم. خب بچه اینجا قرار گرفت و از هر کدوم که دوست داشته باشم میتونم استفاده بکنم. مثلا من از این استفاده میکنم، اینا رو دیگه احتیاجی ندارم بهش، پاک میکنم و اینو انتخاب میکنم، الاین روی این کلیک میکنم و سنتر توی همه جهت ها الاین بشه. اوکی. خب حالا یه دونه روتیت بهش میدم، یه روتیت 90 درجه از این طرف، اسکیلش میکنم. حالا این خطایی که اینجا دارم مثلا این انتخابش میکنم، از سویپ پروفایل استفاده میکنم که پلاگینش از داخل سایت میتونین دانلود بکنین و یه ابزار خیلی ساده بهش میدم، مثلا اینو بهش میدم. حالا میام از قسمت سویپ اینو میذارم وسط، روتیت 90 میرور بشه و بیفته بیرون. اینجوری درسته. خب خیلی سایزش بزرگه، سایزش رو میذارم روی 1 یا حتی بازم کمتر، مثلا نیم. و حالا همین سویپ رو کپی میکنم، به این خط میدم پیس و همینو با شیفت میذارمش اینجا. این بچه‌ها حالا میام از قسمت کلی
و همونطور که میبینین تونستیم یه تاج خوشگل برای بالا سر سینک یا گاز خودمون درست بکنیم. امیدوارم که از آموزش امشب هم لذت برده باشین. تا آموزش بعدی فعلا خدا نگهدار.